ناظم جلوی 300 نفر گفت انقدر میزنم که بگی غلط کردم. خیلی بدتر گفت. بعد هی میزد، بعد من پیدا با شلنگ میزد، هی میزد که من بگم غلط کردم. من نگفتم، انقدر زد بعد کاپشنش داره بود، برف اومده بود. معلم من میگفت هر جامعه‌ای یک مهندس میخواد، یک دکتر میخواد، یک نمیدونم کارگر میخواد. علیپور اونیه که توی احتیاط تو جوب میمیره. میگید نه، نگاه کنید. زمانی که درد و احساس میکنی یعنی هنوز نپذیرفتی. زمانی که بپذیری، زمانی که بخشی از خودت بدونی، میفهمی که اونقدر هم که احساس میکردی متوقفت نمیکنه. بحث پذیرفتنه. گاهی وقتا اونایی که قطع عضو دارن کارایی میکنن که 1000 تا من سالم هم نمیدونن. بحث پذیرفتنه. آدم گاهی وقتا تاریخ رو نگاه میکنه، میبینه یه سری آدم ها با معلولیت پادشاهان بزرگ جهان بود. بحث پذیرفتن. باید بپذیری. وقتی درد رو میپذیری دیگه احساسش نمیکنی. بس ما محکوم به پذیرفتن.